یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دلستانی، خوش به حالت ای جوانی. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های شیرین، یادی شامی دلستانی، خوش به حالت ای جوانی. درودی پر از مهر و محبت ما نثار شما هواداران برنامه یاد روزگار شیرین. اینک باز مهمان کاشانه های پر از مهر و پر از محبت شما هستیم. چهره امروزه برنامه میرالی داستیزاده، هنرمند مردمی تاجیکستان و همصحبت ما سری سفره همچون مهمان حضور دارند استاد میرالی داستیزاده خال احمد مجیدов. خوش آمدید. سبب اساسی هنرمند شدن میرالی داستیزاده را همچون استاد شما در چی میدانید؟ بینید که با ابتکار و تشبس‌های سرور دولتمون یکچند آزمون‌ها، مسابقه‌ها و دیگر فستیوال‌های صنعت گذرانیده می‌شود و هیچ یک فستیوال به اتمام می‌رسد که فستیوال دیگر می‌شود. اینقدر استعدادهایی که بعد این فستیوال‌های، آزمون‌ها، مسابقه‌ها بالای صحنه می‌آید، این حسابش گم است. لیکن در اون سالها همگی یک فستیوال آزمون بود که با نام بوستان. انا در این فستیوال آزمون بوستان در هر یک جشنواره‌ها گذرانده میشد. مثلا سال 1972 که اون سال میرالی اشتراک کرده بود، با بعد این سال 1982 شد یا که 78 شد، با بر مناسبت که کدام یک جشنواره یا 60 سالگی تأسیس‌یابی جمهوری تاجیکستان و پارتی کمونیستی آن به یادم است. و انا همین یک فستیوال آزمون بوستان باور کنید یک 5-6 نفر صنعتکاران را بالای صحنه می آورد که به نهایت صنعتکاری کسبی و اصیل بودند. از آن جمله من بسیار نمی 1-2 نفر را به یاد میارم. به مانند دولت‌احمد خالوف از بوستان برآمد، میرالی داستیزاده، برمانند میرالی داستیزاده و یک چند نفران دیگر. بوستان میرالی داستیزاده رو روی صحنه هنر انا اکنون یکی از همون استعدادها میرالی داستیزاده بود. میرالی کدام سال؟ این سال 72 بود. کمینه همون خوری ناحیه مسکو را تیار میکردم و از درون مرکز ریان، مکتب‌های مرکز ریان شاگردان را گوش میکردیم و وارد مینمودیم به این هیئت خورسران. کدام ناحیه استاد؟ ناحیه مسکو، حوض همدانی. بعد همین خیلی شد که خور نرسید. یک چند هزار طلبه را گوش کردیم، لیکن برای خور که اقلاً 100 نفر شوند نرسید و همین خیلی فرمانی رهبریت ناحیه شد که از کلخوزها بیارن. از آن جمله کلخوز دروژبکی در اونجا میرالی تولد شده است و به وایه رسیده است و صنف 7 یا 8 میخواند. همون در خواننده مکتب در بیرون در پیش همون تئاتر خلقی ناحیه یا که وقت کینوتئاتر بود انتظار بودیم که همون автомашین بارکش هوسکاران را آورده. در پیش میرالی راست ایستادگی بود. من یادم است که نسبت به دیگران قدی میرالی خیلی هم بلند بود. یک جوان خیلی زیبا، خیلی هم دلچسب اومدن و من آنها رو گوش کردم و یک 6-7 نفرش رو به خور وارد کردم، از جمله میرالی رو هم.